صبح شما بخیر. در ساعت 9 بامداد روز 31 اردیبهشت ماه با پوشش خبری ویژه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری ایران از BBC همراه شما هستیم. من فرناز قاضی‌زاده هستم. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، هیئت دولت جلسه اضطراری تشکیل داده. بازار بورس هم تعطیل اعلام شده. رسانه‌های ایران با گزارش مرگ او و همراهانش آنها را شهید خواندند. شماری از مقام‌های سابق هم حالا حادثه را تسلیت گفتند. با وجود این، مقام‌های رسمی گفتند که همچنان منتظر شناسایی اجساد تمام جانباختگان هستند. پیشتر فرمانده سپاه عاشورای